بنا به گزارش رسانه‌های ایرانی روز 21 مارس یک سرباز جوان در جنوب ایران 4 همخدمتش را پرانده یکی دیگر را گروگان گرفته است. خبرگزاری میر بوتکه به منابع آگاهش خبر داد که یک سرباز تازه به صف ارتش دعوت شده بعد آنکه فرماندهان قسم نظامیش در استان بوشهر به او در روزهای عید نوروز اجازت رفتن به خانه‌اش را ندادند، در کازرم به سوی همخدمتان خود تیر گشوده است. در نتیجه 4 نفر به هلاکت رسیدند و این سرباز باز یک عسکر دیگر را گروگان گرفته از قسم حربی فرار کرده است. میر نیوز بعدتر جمله‌های مربوط به سبب دست به کشتار همخدمتانش زدن سرباز را از خبرش گرفت و به جای آن نوشت که این حادثه تحت تحقیق قرار دارد. بنا به اطلاع منبع این خبرگزاری سرباز فراری را در بندر دیلم دستگیر کرده گروگان را آزاد کردند. استان بوشهر در ساحل خلیج فارس جایگیر شده است. طبق قانون اساسی ایران همه مردان سنشان از 18 بالا باید 2 سال در ارتش خدمت کنند وگرنه برای گرفتن شناسنامه خارجی برای سفر به خارج ایران اجازت نخواهند گرفت. اکثر دعوت شدگان در ارتش ایران خدمت میکنند ولی برخی از آنها میتوانند به استفاده از علاقه و نفوذ خود خدمت حربی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که شرایط خدمتش خیلی بهتر است ادا کند. ماه ینور سال 2022 ایران اعلان کرد که برنامه در عوض پول خلاص خوردن شهروندان را برقرار میکند. حجم مبلغ برای آزاد شدن از خدمت حربی در حجم از 10,000 تا 20,000 دلار مقرر گردیده بود که موج انتقادها را به بار آورد. منتقدان میگفتند در شرایط ایران که معاش میانه همگی زیر 200 دلار است، چون این مبلغ بزرگ را برای آزادی از خدمت حربی تنها فرزندان آدمان ثروتمند پرداخت میتوانند. در پی موج تنقیدها حکومت ایران این برنامه را الکی بعد یک روز اعلان شدنش دیگر باره بیکار کرد.